او که گناهی نیستی. پناه به خداوند. پیام دارم به اون نفرایی که مردم میخندانند، مسخره باز هستند، نوارهای اونها در شبکه ها دور میزنه و صدها هزار بیننده دارند. خصوصا همین نفری که الان نوارش تماشا کرده. ببینه که چی میگه. یک کار حرام وصف میکنه، یک رابطه های نامشروعی خودش بیان میکنه، گپ میزنه و میگه او که گناهی نیستی. پناه به خداوند. پیام من به همین مسخره بازها ایه که برادرها و خواهرایی که همین خیلی مسخره بازی میکنه و مردم میخندانه، در هر کاری که مسخره بازی کرده در امور دینی مسخره بازی نکنه، در کارهای حلال و حرام هرگز مسخره بازی نکنه و زبانتون نگه بداره. ایره یقین بدونه که با این مسخره بازی کردنتون در امور حلال و حرام ایمانتون از دست میتیه، از دایره اسلام خارج میشوه و خودتون آگاه نمیشوه. در زمان پیامبرم چند نفره همین خیلی در امور دینی مسخره بازی کردن، پیامبر استهزا کردن، مسخره کردن، چند کارهایی در آیات خداوند همین خیلی مسخره بازی کردن. خب و وقتی اونها را پرسیدن که چرا شما خیلی مسخره بازی کرده، میدونی اونها چی گفتن؟ همین شما را مگر بپرسیم که چرا شما خیلی در امور دینی در کار حلال و حرام مسخره بازی کرده، چی میگه؟ خیلی شوخی کرده مکه به خاطر مردم بخنده. اونها را همین گپ جواب دادن، گفتن خیلی شوخی کردیم، کنا نخوض و نلعب. الله رب العالمین از زبان اونها میگه. وقتی اونها را پرسیدن که چرا شما این کارا کرده، اونها چی گفتن؟ یک کمی خیلی شوخی کردیم. بس الله رب العالمین در جواب اونها چی گفت؟ قد کفرتم بعد ایمانکم. شما با این کارتون بعد از ایمان آوردنتون کافر شده. لا تعتذروا، گفت شما عذرخواهی نکنید دیگه، کافر شده. پس پناه به خدا از اون نفرایی که همین کار حرام انجام میدن. پناه به خداوند. از الله بترسه و در امور دینی خیلی مسخره بازی نکنه. علاوه بر این شما همین مسخره بازی کردنتون کار گناه هسته. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید ویل است برای اون نفری که دروغ میگه تا مردم بخنده، یعنی با دروغ مردم میخندانه. ویل له میگه، ویل است برای او، ویل است برای او. پناه به خداوند. سبحان الله. شما در این دنیا مردم میخندانه، مردم خرسند نگه میداره، ولی خودتون در قیامت گریان با گریه و محشرگاه خداوند حاضر میشوه، در حالی که ایمانتون از دست دادگی هسته. توبه بکنه و سوی الله باز بگرده. این کسایی که همین خیلی در امور دینی مسخره بازی میکنه، بعضیش میبینی که نکاح هم مسخره بازی میکنن، یک تاش عروس میشوه، یک تاش ملا میشوه، یک تاش با شه میشوه و چنان مسخره بازی میکنن. از الله بترسه. قرآن خواندن و ملاها را با مسخره میکنن. پناه به خداوند. از الله بترسه. ای کسایی که همین خیلی مسخره بازی میکنه، شما نفسهای خودتون فراموش نکنه که در قیامت چخل و محشرگاه قیامت حاضر میشوه. نخو سبحان الله انسان همین قدر فکر نکنه که همین کاری که من میکنم آیا خداوند خوشنود میشوه یا که شیطان خوشنود میشوه. این کار شما خودتون سوال بچیه. با همین کاری کردگیتون آیا خداوند راضی میشوه یا که شیطان راضی میشوه؟